هتل‌های قدیمی و تاریخی گیلان که به ثبت میراث فرهنگی کشور رسیدند. بندر انزلی به خاطر قرار گرفتن کنار دریا، محل ورود و خروج کالا و مسافر، و رشت به خاطر مرکزیت استان و داشتن انبارها و کاروانسراهای وسیع و متعدد و محل انباشت کالاهای وارداتی و صادراتی در قدیم و حمل آنها به اقصا نقاط کشور و خارج از کشور همیشه مورد توجه بازرگانان، مسافران داخلی و خارجی و محل اتراق و سکونت موقت آنها بوده است. از این رو هتل‌های زیادی در این شهرها ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفته است، مثل هتل اروپا. متاسفانه از آن دوران طلایی که رشت و انزلی به عنوان دروازه اروپا در ایران شهرت داشتند، هتلی بر جای نمانده است. هتل‌های قدیمی و تاریخی گیلان به زحمت به چند واحد میرسند که در سالهای اخیر به ثبت میراث تاریخی کشور رسیدند. از میان این چند هتل معدود، قدیمی‌ترین آن گراند هتل در انزلی و هتل ایران در رشت است. احداث این هتل در سال 1308 اوایل سلطنت رضا شاه شروع و چند سال به طول انجامید تا کاملا ساخته و افتتاح شد. مدیریت و مالکیت این هتل در زمان پهلوی دوم بر عهده مهدی احمد بود که با بروز انقلاب به خارج از کشور رفت و هتل مصادره شد و به خاطر تعطیلی و عدم رسیدگی کم کم رو به ویرانی نهاد تا در سال 1387 از سوی سازمان میراث فرهنگی گیلان مرمت و بازسازی شده و همکنون در اختیار این سازمان است و گهگاه از آن برای برگزاری رویدادهای فرهنگی استفاده می شود. این هتل واقع در رشت و ضلع شمالی میدان شهرداری قرار دارد و در 25 اردیبهشت 1379 به ثبت رسیده است. هتل فردوسی واقع در خیابان شریعتی نبش سرای میخچی قرار دارد. بنای این هتل نیز از آثار مربوط به دوره رضا شاه است و از ویژگی‌های آن وجود سابات یا زیرگذر است که خیابان را از زیر ساختمان به کوچه‌های اطراف وصل می‌کند. این بنا نیز در طرح یک دعوا از سوی مالکان بر اثر صدور حکم دیوان عدالت اداری در شرف تخریب بود که خوشبختانه با ورود سازمان میراث فعلا از خطر رهانیده شد. شورای اسلامی شهر رشت در دوره نخستین خود در این ساختمان مستقر بود. این هتل در 8 شهریور 1391 به ثبت رسیده است. هتل گلسنگ بندر انزلی واقع در ضلع غربی میدان امام خمینی بندر انزلی. این بنا در زمان رضا شاه خانه متعلق به خانواده داوودزاده بود. معماری متفاوتی نسبت به ساختمان‌های اطراف دارد و به اصطلاح پلکانی و مطبق است و هرچه به طرف طبقات فوقانی منتهی می‌شود کوچکتر می‌گردد، طوری که طبقه آخر آن فقط یک اتاق دارد. نمای آجری آن با پنجره‌های قوسی شکل بلند و باریک زیبایی خاصی به آن داده است که همراه با قدمت موجب شده تا به ثبت تاریخی نائل آید. این هتل در تاریخ 13 بهمن 1388 به ثبت ملی رسیده است. گراند هتل بندر انزلی واقع در ابتدای پل قاضیان میدان گمرک روبروی اداره شیلات. شاید بتوان گفت این قدیمی ترین هتل گیلان دوران قاجار به سبک و سیاق معماری روسی و اروپایی است که نیمه ویران بر جای مانده است. معمار آن به روایتی موسی و دیمیتری یک روس یونانی تبار بوده است. از ویژگی‌های این هتل سیمانبری‌های زیبا در ستون‌ها و ایوان‌ها، درهای ورودی اطراف و پنجره هاست. وجود این سیمان نماها از دور جلوه خاصی به این بنای قدیمی نیمه جان داده است. این هتل در تاریخ 21 اردیبهشت 1398 به ثبت ملی رسیده است. هتل منفرد ماسوله واقع در ابتدای شهرک تاریخی ماسوله. این هتل در واقع از زمره خانه‌های شهر ماسوله است که همراه دیگر خانه‌ها جزء مجموعه خانه‌های ماسوله یکجا به ثبت رسیده است. نسبت به دیگر خانه‌های ماسوله تفاوت چشمگیری ندارد. این بنا مشمول نوسازی شده است. این هتل در تاریخ 25/12/1380 به ثبت ملی رسیده است. سپاس که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگر علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ گیلان هستید، میتونید ویدیوهای قبلی کانال رو هم مشاهده کنید.